خب بالاخره بعد 1 ماه و خورده غیبت برگشتم تا بهتون بگم من هنوز زنده. آره یک سری مشکلات برام پیش اومده بود که مجبور شدم ویدیو نذارم که یه مهم نیست. مهم اینه که امروز اومدم با معرفی یه انیمه ناب که حداقل یه بار باید دیده باشینش چنل یوتیوبم رو زنده کنم و همراه یکم طراحی که حال کنید. بس بدون معطلی بزن بریم. درود، دستو هستم و خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل گیمر مانگاکا. همونطور که اول ویدیو گفتم امروز میخوام بهتون یه انیمه ای از ژانر ایسکای معرفی کنم که نه تنها پر کراشه بلکه خیلی فان و جذابه. نره پس چیپس و پفکا رو آماده کنین و بشینین پای این ویدیو که قراره یه ویدیوی خفن باشه. خب دیگه حرف نمیزنم، بریم سراغ انیمه. زندگی کازما ساتو، یه هیکی کوموری. چه این نوشتی آخه؟ بگو یه گیمر دیگه، چه وضعش آخه؟ یه گیمر که عاشق بازیه به خاطر تصادف به پایان میرسه. پایان تصادفش خیلی مسخره است، واقعا خندت میگیره. باید اینطوری میشد ولی وقتی که بیدار شد یه دختر زیبا که عجب تیکه‌ایه به خودش هم میگفت الهه در برابرش بود. من بدن یه چیز خوب دارم، میخوای بری به یه دنیای دیگه، فقط یه چیز میتونی با خودت ببری. پس تو رو میبرم. از اینجا به بعد ماجراجویی بزرگ سرکوب کردن ارباب شیطان برای کازما شروع میشه، یا حداقل شاید باید اینطوری میشد، ولی ماجرا با مسئله پیدا کردن غذا، لباس و سرپناه ختم میشه و با وجودی که کازما میخواد یک زندگی آرامش بخش داشته باشه ولی الهه داستان مرتب دردسر درست میکنه و بالاخره اونا توجه ارتش شیطانی رو جلب میکنن. خب بخوام خلاصه بگم این انیمه شاهکار کمدیه و اینکه هر لحظهش یه جور به خنده میندازتت. تا الانم که دارم باهاتون حرف میزنم 3 فصل و یه انیمه سینمایی ازش اومده و به نظرم حداقل باید 3-4 بار ببینیش، چون نه تنها یه زاویه جدید از انیمه ایسکای داره به نشون میده بلکه شخصیت پردازی خوبی هم داره و کلی وایفو و کرش های نوی هم داره. اصلا شما ببین، نه خدا وکیلی اینا رو شما ازش میگذری؟ نه خدای تو کامنت ها بگین بینم رو کی کراش میزنی، رو کی کراش میزنی، اینو به من بگین، من میخوام بدونم. خب تعریف زیادی هم دسته، نه اما به عنوان یه نقطه ضعف هم بخوام بهش اشاره کنم، نقطه ضعف الکی دارم ایراد میگیرم، ولی در کل میشه تکراری بودن طنز در بعضی از قسمت‌های توی انیمه اشاره کرد که شاید کمی خسته کننده یا کلیشه‌ای باشه. میدونین چی میگم؟ ولی در کل موسیقی متن، وایفو، طنز داستان، شخصیت پردازی که ازن عالی، خلاصه که حیف نبینیش داداش، برو ببینش. راستی قبل نتیجه گیری، اینم اثر هنری از کاراکتر ویز که توی این انیمه هست و خودم کشیدم. آره میدونم وایفو حقیه. اگه به نظرتون این باحال شده یه لایک زیر این ویدیو بنداز و نظرتم توی کامنت ها راجع به این طراحی بگو. حتی میدونم پیکاسو نیستم ولی خب این بود از بازگشت استو همراه با معرفی انیمه کونوسوبا که امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه از این انیمه خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایک کنین و نظرتون رو با هم به اشتراک بذارین و اگه هم که این انیمه رو دیدی داداش بیا بگم که تو رفیق خوب منی. برای کلام آخر، ایسکای همیشه اون چیزی که فکر میکنی شاید نباشه، پس آماده جر خوردن باش. اره
موضوع دیگه هم باقی مونه. فکر نکنم ها ویدئوی بعدی شو خوش